کنم. خب بچه خوش اومدید به پارت دوم سلام بچه المپیک با همون دوست عزیزمون شاتگانه. شروع بود؟ آره دیگه. نمیدونستم. نه بابا اینجا بچه اگه نمیدونید این الان همین ویدیو رو بعد همون ویدیوی پیستول گرفتیم که فشارهای فراوان و شکستن گوشی من الان به پارت قبل در نظر داشتیم. المپیک کال آف دیوتی موبایل باشه. خودی نگم مهم نیست. دست پیش FPS و لگ و پینگ و هر چی بود پارت پیش بابا حاجی FPS رو ببینی حاجی نمیدونیم کجا رفتم. بهتر نگی تو شیمبکت فرو رفتم. من واقعا شاد کنم خوب نیست. خب و اینم الان دستش گرم شه این دهنش باشه دهنم عالیه. من واقعا شاد کنم خوب نیست. مانی مهمیته حاجی یه جوری دارم بازی میکنم انگار واسه 100 سال شاتگان بازی نکردم انقدر نوب سگم و واقعیت هم همینه. واقعا نه حالا 100 سال دکتر بهلام من شاد کنم حاجی خوب نیست. واقعا شاد کنم هیچ بلد نیست. با چی زدی؟ با شاد کن. اوکی فکر با چی زدم؟ آخه احساس کردم چند تا تیره. شی همین دیگه میزنیم. بابا چرا دمیج میشه؟ دمیج شدم. مگه میشه؟ اصلا یه جوری فوکوس کردم رو بازی که اصلا بابا به قرآن نمیخوره، تیرام نمیزنه. عالیه. همین دست همینو پیش میره. بچه پشتنه اگه آروم باشن خیلی خوب میشه. بله. کجایی؟ نمیدونم. من بچنم. من تو سایه زنی نه شت وای بابا شت بابا وای نه ببین منم میزنم نمیخوره. فشار دارم میرقصم. دیرید بابا نه این شت چجوری هستن؟ وایسا چجوری اینو گرفتی؟ گفتم تو این المپیک من فینیشر نگیرم اسمم کسرا کینگ نیست. بابا چشام شت بالاخره. خب تو ریلود بودم دیگه مرد که تو ریلودم بزن حداقل فشارش کمتر باشه نه که ریلودم فینیشر کردی. داشت میدونی دست پیش با من چی کار کردی دیگه یا همون پارتی پیش برای بچه این هیچ وقت اینجوری شاتگان نمیزنه. الان تو المپیک که اومده بالاخره باید تو المپیک رو فرم باشم دیگه. برو خونه بابی بابا. دکمه زدم دکمه رو زدم. لقب جدید سام دکمه زن. برو دکمه وای نایف نداشتی. خواستم فینیشر کنم نایشه. ببخش بیا بزن اوکی بچه راحت بالاخره تو جوانمردی بازی کنید. با جوانمردی بازی کنید. هیچی برش بابا شت بابا کجاست اینجاست؟ نه اینجا نیست.
بابا چی؟ زدم ببین زدم. ببین FPS هم یه جوریه، یعنی شات ها میزنم 3 تا جا دیگه میخوره. با کاراش بالاخره. اوکی یه فینیشر دیگه من بگیرم. نگاه کن. خب ما میتونیم. من ادامه میدم. داشتم میگم بشه باید. آجی فینیشر میخوام. نو کجایی؟ حاجی دارم ریلود میکنم. زدم به قر قشنگ دکتر زدم تیر نزد. مگه حاجی میشه؟ یاد آیازم افتادم، اینقدر دارم لگ میگیرم. حاجی ناموسن خرابه. پینگم 50 ولی نمیدونم دکمه میزنم نمیزنه. پینگ منم 53 ولی خب سرورهای اکتیویژن دیری داره بندری میزنه سرور. بالاخره به جون مادرم یه دقیقه اصلا اسکرین رکورد ببین اصلا به قرآن ویدیو رو نری ببینی. ببین اصلا باید ببینی من چی اصلا هلپ می کمک. بابا وای داشتم ببین فینیشر توس مونده میگرفتم. بود فینیشر کنه. یک کوچولو مونده بود فینیشر هم کنه. بابا به خدا لگه تصویر شوت میشه. بابا چرا دمیج میخوره؟ ببین این تو یه دست اینجوری، من 2 دستی پیش اینجوری بودم. آقا سرور خرابه. بچه اگه میدونید من اینجا نشستم میخوام یکم چیزم اوکی شه. شت بابا میشه. الان نگاه کن نمیزنه. ببین لگه به خدا لگه. دمی دراب شات رو حال کردی؟ ببین کسایی که میخوان دراب شات یاد بگیرن عدد دراب شات تو کامنت کنن تا براشون به صورت VIP تو دایرکت ارسال شود. پیام میدی ارسال نمیشه. ارسال نشد. وای شت. هادی لگه به خدا میرسم به لگه. بچه پشت صحنه زره. بچه پوستر خیلی دارم چون نمک میریزم. نمک بالاخره عباس ولی 10-6 ما نمیخوام. ببین ببازم 16 داداش چی میگی؟ 10-6 گفتم. بله 16 دارم. وای ببین به خدا میرسم تصویر داره شوت میشه. چی هم داشت؟ چیتر ساده ببینید. بچه اصلا نمیزنم اگه یکی دارید دقت کنید. وای مگه میشه؟ شت این میخواد من فینیشر کنه. ببین بپوک دیگه. بمیر کسافت بمیر. نگاه همچی فوکوس کرده رو بازی هیچی هم نمیگه. هیچی نمیگم بچه. هیچی نمیگه. وای بچه ها یعنی اصلا FPS ریده. میدونم الان میخواید این ویدیو ببینید واقعا بالا میاره دیگه. چه ویدیو شوخ میاره ولی خب دیگه FPS دیگه نمیشه کارش کرد. آقا شاد کن دیگه واسه نایف نکشیم. مهربانه. وای آقا نایف هم مگه داریم؟ نه پس من اینجا واسه هم بیا بزنیم. کجایی؟ نگاه کن بغلت نکردم. نایف نکنی. مساوی 7 ثانیه 6 ثانیه. بچه نمیتونه بزنه. من استرس ندارم. 13 از اونجایی که نه می‌خواستم 13 عالیه. مرسی. نه چرا میگم مرسی. بریم برای ویدیوی بعدی. بریم برای پارت ویدیو. بچه بذار من بگم
بریم برای چی بود؟ مسابقه بعدی. مسابقه بعدی بالاخره فارسی تموم شد. فارسی. خب بچه‌ها میریم، البته سام هنوز نیومده تو بازی ولی میام. من آره اومد. میریم برای راند آخر یعنی اسنایپ که هر کی ببره 2 مدال طلا و 1 نقره داریم. الان هر کدوم یه مدال طلا و 1 نقره داریم. و هر کی ببره میشه 2 مدال طلا. و این پوشید. اوکی اوکی اوکی. کی علاقه شد؟ اوکی. کی الان ریلود میکنه؟ اوکی. بذار 2 تا تیر بزن بعد ریلود کن. هیت شات ناموسن. باش کسرا اومدی با داری با کسرا. این الان این چی بگم؟ ایشن بالاخره یک وای قشنگ بغلت بود. قشنگ بغلت بود. داشتیم من حرف نمیزنم یه اتفاقی افتاد الان اصلا خیلی خورده و میخوام این بازی فقط وین بگیرم. طلا اگه بر من نشه وای بابا 2 بار بغلت بود. بالاخره من نمیدونم فایرام وقتی میخوام بزنم نمیخوره، وقتی میخوام نزنم میخوره. عجیبه. کجایی؟ بچه الان من یه کیل خفن میگیرم توی مچ بعد همه میام می‌نویسن برنامه ریزی. آره برنامه ریزی آره. دوباره تک 5 من برنامه ریزی بود. وای فینیشر اومد. وای کجایی پشت یعنی؟ بچه من دارم میپرم مسخرش میکنم. اینم بدونید بالاخره مسخره بازی باید یکم تمام کنم و برم سراغ با زی. الان نشید میدم بخواه. من کلا 5 تا تیر بیشتر. چرا؟ ببین 2 تا تیر بیشتر. هیچی بابا. لغتنامه فارسی تموم شد. هیچ بهتر خودم تموم شد. 4-0. ببین قشنگ بغل گوشت. ساکت بهونه مگه میشه؟ بهونه نگه. قشنگ بغل گوشت بود. بهونه نگه. فشار چیه داداش؟ نمیدونم میرقصم. بندری دارم میدونم. کجایی؟ سیفوره رو بسه به چرخونم مخمه ببیر بودو بابا فلاش فکر اصلا میری اونجا سیفون میذاری من الان میرم اون بر اینقدر مثل که اسکولم. وای لطف کن سری شت کجاست؟ حاجی خیلی لحظه دارم گم میزنم. اصلا ببین بچه من خیلی حرف موقعیت. نمیزنم واقعا من طلا رو میخوام. کجایی؟ ببین تو دلش دیدید دیگه. خب بابا پلش وایس بابا ریلود نکن جون جدت. دستم میخوره ریلود میکنه. بازی تو خوندم دیگه میدونم اصلا کجا میری چی کار میکنی دیگه.
بار این زد. یه بار وایساد زدمش. چرا این کارو کرد؟ بالاخره 6 هفت. اوکی. آره میتونم مدال طلا بگیرم. توی این مچ بعد یو ای وی زدی دیگه. تو مچ قبل شاکارس میزنم. شکارسی بزن. شکارسی میزنم تو رب میزنم. اوکیه؟ اینجوری رو سری شت. بابا مگه میشه؟ یه اشاره والونگ دارم چیت زدم. الان هم با شکار زدی هم با منطقه. خب ببین بابا ای میزنم. خیلی بده واسه برد بگم طرف صدا بنده که میزنم. وایسا میزنم. باید بزنم من اینم اصلا ببین بچه من روانی شدم الان اصلا من خورده. ساکت مگه میشه؟ آیه قشنگ پشتم بود اون لحظه که سیفو رو زد. وای حاجی وایسا باید یه سری باز کردم که نباید میکردم. البته بسید بگم اینم حساب نیست. میتونم اینا رو باز کنم. تو یو ای وی زدی منم اینا رو میذارم. تو اون موقع شکارچی زدی آقا. خب تو یو ای وی زدی مچ قبلی. خب یه بار یو ای وی زدم 10 بار که نزدم. نگاه ببین دوباره شکارچی چیتر. آره داشت من چیترم وال بنگم دارم وال هکم دارم. دیگه چی؟ من یه بار یو ای وی دستم خورد. شت. نگاه یه بار من یو ای وی دستم خورد. همه رو داره چیز کنم. همین ترشتون اینجوری مفخوری بزن. بیا خودم هم مردم. خب دستم دوباره سرچ یه چوزه مونده بود بپوشم. ببین یعنی تو یه لگی زدمت که یعنی قشنگ باید از دنیای کالاف و بازی کالاف خداحافظی کنی. شت اصلا الان از گوشی امیرم بیشتر لگ دارم. اوه من با این FPS ببازم یعنی اصلا خوب میشه. اوه باشی اصلا 10-18 ریدم. 10-18 من بچه ریدم دیگه معلومه دیگه خودتون دارید میبینید دیگه اگه من بازی Oh my god wow من خودم ببین بیا بنویس برنامه ریزی دوباره بیا عزیز دارم کی بودی؟ نه ببین کامنت نه باشی برنامه ریزی نه داشت ببین دوباره اصلا برنامه حرکت برنامه ریزی بود داشت نه الکی بود بابا فیکه اصلا منو تو هوا نداره والا میاد تو کامنت ها میگن برنامه ریزی شده است شورت ویدیو شورت ویدیو میذارم 100 تا از این کیلا گرفتم بعد یارو میاد زیر یه دونه از این کیلا مینویسه داشت خیلی بد برنامه ریزی کنی این در نداره حواسم نبود ببین این الان من میزنم بالاخره چی ریده FPS هم
اصلا نمیتونم بازی کنم. 11 19 حرف نزن جلویی. بابا این خب. سامی ویدیو رو ببین خب بعد خودت بدت میاد، یعنی خودت گریت میگیره که چرا داری کال آف دیوتی میکنی. واقعیت گریم میگه که چرا دارم با تو کالا بود. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدی. آره. حرفی نمونه. فعلا خدافظ. Она знает мой стиль, я не звезда, baby, так что прости.